امروز اومدم با جردونه 117 متیک براتون فول کنم. سلام، من ماکسیموم وایت هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا من سر این جردونه خیلی فشار خوردم. رفتم از شاپیچ زدم، یه هفته و نیم کامل منو الاف کرده بود. خب اول از همه بریم آیتم های این جردونه رو بررسی کنیم. این 117 شه، خیلی خوشگله. این کالن کارت بدش هم نیست. اینم چارمش هم خوبه، بد نیست. اینم کلتشه، من اصلا پسند نکردم. اینم کاتاناشه، یه دور زدم. اینم فلش بنجشه، اینم خیلی خوبه. ایموتش دنس جالبیه، خیلی خوبه. و اینم از باترفلای نایف، اینم خوبه. و اینم دیلش خیلی خوشگله. خب اینم کاراکترش، اینم 117. نظرتون در مورد کاراکتر حتما بگید. خب بریم دومین دور رو بزنیم. یه باج ریز میزنیم. یه دور میزنیم، 4 ما میده. دومین دور، البته سومین دور میشه. کالن کارتو داد. چهارمین دور دنسشو داد. خوبه. و دور پنجم، پشمام، اسچینو داد. تو دور پنجم اسچینو داد. سفیدی به این میگن. خب بریم دورش رو من بزنیم. اینم از دورش شم که کلتو داد. یه باج میزنیم، یه دورم میزنیم. باترفلای نایفو داد. یه دورم میزنیم. این فکر کنم 8مین دوره. آره، فلش بنجو داد. اینم 9مین دور که مطمئناً دیلو میده. آره همینطور شد، دیلو داد. خب یه کات میزنیم، میریم شارژ میکنیم، دوباره میایم. و آخرین دورم میزنیم. 117 متیک. مبارکمون باشه. واقعا خوشگله. هم گانش هم اسچینش، هر دوش خوشگله. خب سی پی هم نداریم، سی پی شارژ میکنیم، یه ذره فولش میکنیم. خب بریم اینو تو لابی بندازیم. این 117 ها انداختیم لابی. همین اتچمنت رو میذارم بردارین. اتچمنتش نقطه زنه. یه دونه استوش میندازیم، یه دونه برل میندازیم. یه دونه هم مازل میندازیم. یه دونه خشاب 48 تایی. ریرگیری رو بردارین، زیاد نندازین روی گانا. اینجا هم آندر برل یه دونه میندازیم. خب اینم اتچمنت بردارین. من گلده رو دوست داشتم، گلده رو گذاشتم. اگه شما هم خواستی نظرتون رو بگین،
من از رنج‌های دیگه هم استفاده کنم. بریم برای تست. خدای لایک و ساب کامنت نمی‌کنین نه؟ لایک و ساب کامنت بذارین چیزی ازتون کم نمیشه، به خدا کم نمیشه. فازهای میدرنج رو تا نسبت به لانگ رنج خیلی خوب میزنه. میدرنج رو رنده میکنه، روی نمی بگیره کارش تمومه. یه 3 تا پرچم بندازیم، اینم تست کنیم. یه دونه هم خشاب، فاصله رو رعایت کنیم و تیر بزنیم. خیلی عالی میزنه. خب اینم اسچپ انیمیشنش، قلبش رو از سینه در میاره. تبدیل به گانه 117 متر شد. واقعا خوشگله. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو نگاه کردین. لایک و ساب یادتون نره، کامنت هم فراموش نشه. فعلا خدا.